ما الان نفت نمیفروشیم. خیلی عذر میخوام از این لفظ استفاده میکنم، انگار یه مال دزدی رو داریم میبریم میفروشیم. مال یه دزدی رو چجوری میبرن حراجش میکنن؟ ما نفت نمیفروشیم. این اسمش نفت فروشی واقعی نیست. با توجه به تحریم روسیه قیمتی برای اون مشخص کردن $60 و داستانای از این دست. ولی با تخفیف میفروشن؟ 100%. وزیر نفت گفت اینجور نیست. آخه چجور اینجوری نیست؟ ببین خیلی واضحه. من ریز فروش نفت رو تو این چند سال دارم. از سال 1400 به این طرف 22 میلیارد دلار ما در آوردیم که حداقل کف شاید به شما خلاف نگم بالای 40 میلیارد بود. یعنی تخفیف ما در چند مرحله تخفیف میدهیم. ای کاش آقای اوجی که شأنش عجل از این حرفاست یکی دیگر بیاره در حضور شما ما مناظره کنیم، من به ریز بگم چقدر کشتی چجور. من اوپک رفتم، من نان اوپک رفتم، من وزارت